EA Sports. It's in the game. سلام، پارسا هستم. خوش اومدید به ویدیو من. امروز اومدیم با پک اوپنینگ اولین ویکند لیگ FC 26 که اکانتمون 12 برد شده. فقط قبل از شروع حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله‌ش رو فعال کنید که اگه ما ویدیویی گذاشتیم اولین نفری باشید که میایید و تماشا کنید و لایک و کامنت فراموش نشه. بریم جوایزش رو با هم ببینیم. همینطور که میبینید 83 ضرب در 10، 82 ضرب در 10 ترید و 86 ضرب در 3 ترید و 2 تا تیم آف دی ویک ترید که مثبت 81 و گارانتی ایونت جدید و 40k کوین. بریم تیم این هفته هم بهتون نشون بدم. همینطور که میبینید ما از ترکیب 4-2-3-1 همون ورژن 2 استفاده کردیم که خواستید کاستومش هم بهتون نشون میدم. اگه خواستید بزنید و لذت ببرید. و حواستون باشه که فول بک ها حتما دیفند باشن و دیفندر ها هم بالانس باشن، رو حالت دیفند نباشن. خب اسکرین شات بگیرید. بریم سراغ پکا. الان هم در ایونت کورنرستونز 2 قرار داریم که باز کارتاش اومدن، از جمله پینا و ترنت الکس آرنولد و تولیسو و غیره که دیگه الان حضور ذهن ندارم راجع بهشون. خب اگه نت یاری کنه آپدیتینگ استور بره، بریم واسه پکا. خب پکا اومد. همینطور که میبینید اینجا پریو پکش هم زدیم. هم اولین پک به نظر همین گارانتیه رو بزنیم ببینیم چی میده. CAM فرانسه لیگ وان که بگیم میخوام چیز خوبی باشه. واکاوت هم حتی بهمون نداد. آره چیز خوبی نبود زیاد، اشکال نداره، سندو کلابش کنیم. بریم واسه پک بعدی هم بریم. به نظرم اون تیم آف دی ویک تریدا رو بزنیم ببینیم بهمون چی میدن. از تیم آف دی ویک ها شروع کنیم. استی برزیل از پریمیر لیگ بنتفورد. الان به دلیل اسپیسی هایی که اومده چون تیم آف دی ویک هم میخوان دیگه، اکثر تیم آف دی ویک ها از حالت مین پرایس در اومدن و میشه فروختشون حداقل 1-2 بالاتر از چیز کویک سلیشون. خب بریم برای اون یکی تیم آف دی ویک که ببینیم اون بهمون چی میده. خب پکو زدیم. CAM اسپانیا از لالیگا زنان اتلتیکو مادرید. کایم ریتش 84 یا 83 84. اینم بعد قیمتش همون 11k 12k باشه. ما میفرستیمش بالا، بعدا قیمتش رو میبینیم. بریم واسه پکای بعدی. 83 ضرب در 10 رو هم به نظرم بزنیم. فقط ذره این ور اون ور کنیم بلکه این شانس بعد ما یه ذره بهتر بشه. خب متد برو که رفتیم. خب واکاوته CDM ترکیه سریا اینتر دابل واکاوت هم هست. چاقانوغلوه. این پشتش کی میتونه باشه؟ خانومه کیه؟ معاده فکر کنم. بله خانم معاده با ریتینگ 87 که برای اسپیسی واقعا عالی یعنیشون. پشتش کیا رو داد؟ آکه و ایناکی و سوبوسلای قندقان و فاکس دوبلیکیت. جالب نبود اینم، حداقل یه کارت یوز میداد بهمون کاش. بریم واسه پکای ترید دیگه. الان هر چی مونده تریدبله. 82 ضرب در 10 رو هم به نظرم بزنیم. واکاوت رو ازش بکشیم بیرون ببینم چیکار میتونیم کنیم. ها متودا رو بریزیم. برو که رفتیم. واکاوت نبود. وای این 84 رو داد. واکاوت نبود. امیدوارم پشت چیزی گرون باشه حداقل.
پشتش چی میتونه باشه کارو در بیاره برامون دیگه. هرچی هست. کاماوینگا گرونه فکر کنم 20 کا باید باشه. بذار برم چکش کنم. کاماوینگا گرون بود آخرین بار که دیدم 20 کا بود. خب کاماوینگا قیمتش همون 17 کا بودش. ذره ارزون تر شده. همون 18 کا ما میذاریمش برای فروش. بقیه هم میفرستیم بالا که حالا بعدا قیمتاشون رو چک کنم. و رابینسون هم نمیدونم اگه هنوز گرون باشه، اونم قبلا بوده 6-7 کا ولی الان اتفاقا 2-3 کا باشه. میرسیم به بخش هیجان انگیز ماجرا. 86 ساب در 3 مونده فقط که من خیلی امید دارم به این پک. امیدوارم یه چیز خفنی بهمون بده که حداقل 100 کا باشه دیگه. حداقل 100 کا باشه. خب اگه این آپدیتینگ استور تموم بشه، خب که تموم شد، همونطوری که 86 ساب در 3 ترید و یه ذره این ور اون ور کنیم، واقعا شانسمون شاید بیشتر شد. یه چیز خوب زدیم. ببینیم که چی میزنیم. برو که رفتیم. خب واکاوت که قطعا هست. CM ایتالیا، سری آ، اینتر، نیکولا بارلاس و پشتش چی میتونه باشه؟ پشتش بالا 87 که برونو فرناندز زدیم. نمیدونم اگه بارلا هنوز گرون باشه بدکش نبوده پک که مثلا 30-40 کا باشه که بعید بدونم باشه. قیمتاشون از فوتپینت به ترتیب چک کنیم. خب فوتپین آره اینجا برونو فرناندز همین 10 کا 9 کا بودش که واقعا ارزون هم بود. همون 9 کا و 300 ما میذاریم زودتر فروش بره و برسیم به بارلا رو. خب بارلا هم سرچ کنم تو فوتپین. خب بارلا هم همین 18 کا اینا بودش که ما همین 17 کا 750 میذاریم که باز سریعتر فروش بره. و اینم فکر نکنم بیشتر از 6 کا باشه. حالا باز من میام قیمتش رو چک کنم. آره هم حدسم درست بود. 6 کا و 800 بود که ما 6 کا و 400 باز میذاریم برای سری فروش رفتنش. این هم از پک ها دوستان. امیدوارم لذت برده باشید. حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگولش رو روشن کنید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار.